بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری دلم براتون تنگ شده بود. الله متعال ستون کنه آقا رحیم، بفرمایید. ممنون، متشکر. استاد انصاری بابت شیعه‌هاش صحبت شد، من یه مطلبی رو عنوان کنم. بفرمایید. من میگم صد رحمت به شیعیان دوره حضرت علی. میدونید چرا؟ چرا؟ چون که شیعیان دوره حضرت علی حداقل شرک نمی کردن، اما شیعیان این دوره حضرت علی شرک میکنن. بله. من نمیخوام اونا رو تایید کنم، من مقایسه کردم، تایید نکردم، مقایسه کردم، چون گناهی بالاتر از شرک نیست. درسته؟ درسته، کاملا. من یه سوالی دارم. بفرمایید. چرا، البته من خطاب به همه شیعیان نیست، عذرخواهی میکنم، شیعیان تندرو، بله. چرا به خاطر ارادت و محبت به اهل بیت حاضرن به خدا شرک بورزن، حاضرن دوزخ جهنمی، این دوزخ رو تا ابد برای خودشون فراهم کنن؟ چرا؟ حضرت علی گفت در زندگی میانه رو باشید، بله. حد وسط رو بگیرید. محبتی که منجر به شرک بشه، اون نه اینکه هیچ فایده‌ای نداره بلکه دردسرساز میشه. بله. استاد من میخوام یه مطلبی رو عنوان کنم، البته بنده نقل کنندم. بفرمایید. من این البته این امتیازش برمیگرده به آقا عبدالله شیعه هدایت یافته که در شبکه کلمه زحمت میکشن. بنده میخوام نقل بکنم این مطلب رو. بفرمایید. 3 تا مورد هست که وقتی کسی میگه یا علی مدد، این یعنی که معتقده که علی واسطه است بین این و خدا. درست. اگر ما اینجا اولین موردی که پیش میاد، خب ما میگیم که خب وقتی شما میگید یا علی مدد، اول علی زودتر میشنوه یا خدا؟ خب مسلما میگن خدا اول. خب یه مسئله اینجا پیش میاد که خب این باید بگیم که این چه جور دعاییه که علی چیزی رو میره به خدا میگه که خدا زودتر شنیده؟ یعنی علی یه چیزی رو به خدا میگه که تکراریه. خب این چه جور دعاییه؟ اینو میذاریم کنار. اگر بگیم هر دو با هم همزمان میشنون، یعنی همزمان هم علی هم خدا همزمان صدای هر بنده ای رو میشنون، پس این میشه یکی رو شریک قرار دادیم در سمیع بودن. پس یکی مثل خدا هست که صدای همه بندگان رو میشنون، پس این شرکه. اینم میندازیم کنار. میمونه سومی. اینجا اگه بگیم علی زودتر میشنوه بعد خدا خبردار میشه، پس علی یک قدم از خدا جلوتره، این دیگه ته شرکه. خب 3 تا منطقه، این 3 تا مورده که هیچ کدوم نمیشه گرفت. حالا ما برمیگردیم سر خونه اول. ما میگیم علی واسطه است بین ما با خدا، درسته؟ ما میگیم بله علی میره یه چیز تکراری رو با خدا میگه، ما اینو قبول میکنیم، میگیم باش. خدا در سوره نمیدونم در کدوم سوره از سوره قاف باشه اشتباه نکنم، میگه ما انسان را آفریدیم و از رگ گردن به اون نزدیکتریم. درسته استاد؟ بله. خب پس اگر علی بین ما و خدا واسطه است، پس علی از رگ گردن، خدا که از رگ گردن نزدیکتره، چیزی از رگ گردن نزدیکتر نداریم، پس خدا از رگ گردن نزدیکتره، این اصلا قابل درک نیست. پس اگر علی واسطه است این وسط، پس علی باز یک قدم از خدا جلوتره، پس خدا از ما دورتره. پس این یه جور باز توش نقص است، توش اشکال هست. این مطلب متوجه شدید استاد؟ این با قرآن اصلا در تعارضه. حالا همین آیه‌ای که شما بهش اشاره کردید برادر گرامی، قبل از اینکه بگه که ما از شارگ گردن به او نزدیکتریم، یک مطلب جالبی رو میفرماید. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما انسان را آفریدیم، خلق کردیم
و از اون وسوسه‌ای که در نفس خود عمل هنوز انجام نداده، اما تو دلش یک وسوسه‌ای داره برم فلان کار انجام بدم یا الله سبحانه و تعالی از این هم خبر داره و بعد از اون برای تاکید میگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید و ما از شارگ گردن به اون نزدیکتریم. بفرمایید. بله. خب خدایی که از شارگ گردن به ما نزدیکتره، خب بله. این علی که قرار این وسط باشه، واسطه باشه، پس اینا یک قدم از خدا جلوترن، به ما نزدیکترن. خب این یه تناقضی است با این آیه، این یه نوع شرکه، هیچ جوری نمیشه اینو توصیف کرد. بعد یه مطلبی، خب حالا این حضرت علی عرب بود، زبان فارسی رو چیکار بکنه، انگلیسی رو چیکار بکنه؟ استاد هاشمی دیشب حرف قشنگی زد، گفت من یه شیعه واقعا میخوام قشنگ بیاد بگه فرق خدا و علی در چیه. علی میشنوه، خدا میشنوه. علی حاجت رو برآورده میکنه، خدا حاجت رو برآورده میکنه. علی نمیخوابه، در هر 24 ساعت هر موقع صداش بزنیم، خب خدا هم که نمیخوابه. علی که غذا نمیخوره، خدا هم که نمیخوره. فرقش در اینه که اون خالق، این مخلوق. غیر از خالق و مخلوق بودن چه فرقی با هم دارن؟ هیچ فرقی با هم ندارن. در عمل نگاه کنیم هیچ فرقی با هم ندارن. حالا بهشون میگی که آقا جان شما چرا اینا رو این عبادته؟ میگه نه ما اینا رو عبادت نمیکنیم، ما اینا واسطن. ولی در عمل آقا به حرف که نیست که بابا برادر من، که شما در عمل دارید عبادت میکنید. استاد من یه مطلبی، ما این نمازی که میخونیم، رو به قبله وامیسیم، نمازی که میخونیم، آیا این با واسطه است؟ نه، نمازی که میخونیم با واسطه نیست. یعنی مستقیما داریم با خدا راز و نیاز میکنیم. درست. اگر فکر میکنید دعایی که بدون واسطه مورد تایید نباشه، پس این نماز هم مورد تایید نیست، این نماز هم قابل قبول نیست. درست. ما در نماز عمل کرنش انجام میدیم، یعنی تعظیم میکنیم برای خدا. حالا همین رکوع رو جلوی امامزاده ها انجام میدیم. بله. میایم با خدا راز و نیاز میکنیم در نماز، در دعا همون خواندنه، همین راز و نیاز با امامزاده میکنیم. خب اینا یعنی عبادت دیگه، خودشون مقایسه کنن.